خب اگه دارید این ویدیوی ما رو نگاه میکنید احتمالاً به خاطر اینه که کمردرد دارید و یا مربی کسی هستید که کمردرد داره و میخوایم کلی اطلاعات خوب و دلگرم کننده بهتون بدیم. حتما براتون سوال شده که مدل مچ هرکلی داره؟ نه، رفته تازه دم انداخته اومده که فیلم بگیریم. گفتم بگم حالا فکر نکنم من اینجا نشستم ضعیفم. عرضم به خدمتتون که برید قلم کاغذتون رو بیارید، کلی اطلاعات قراره رد و بدل کنیم اینجا و کمک کنیم ببینیم چجوری میتونیم از شر این کمردرد خلاص بشیم. اولین چیزی که باید اینو بدونیم اینه که کمردرد خوب شدنیه، بیشتر از 95%ش به جراحی نیاز نداره. خیلی خوبه، نه؟ بله. دومین چیزی که نیاز داریم بدونیم اینه که بهترین راه درمان آلتراساند و درای نیدلینگ سوزن زدن و جراحی نیست. بهترین راه درمان حرکته. اینم خیلی خوبه. یه تست براتون میگم که این تست چند تا دونه سواله، از خودتون بپرسید، با خودتون صادق باشید. اگر جواب اینا بله بود میتونیم بفهمیم که میتونیم تو خونه تمرین کنیم و کمردردمون رو خوب کنیم. اولین سوال اینه که آیا ساعاتی از روز هست که اصلا کمردردتون رو حس نکنید یا فقط توی کمرتون باشه؟ آیا جوابش آره است یا نه؟ آیا درد بالای زانوتونه و بیشتر وقتا طرف باسنتون و توی کمرتون؟ جواب اینم بگید آره یا نه. آیا با نشستن دردتون بهتر میشه یا با دراز کشیدن روی شکم یا روی کمر دردتون بهتر میشه یا نه؟ جواب اینم بگید. و آیا موقعیتی هست که خودتون رو توش قرار بدید و احساس کنید که دردتون بهتر شده؟ این چند تا سوالا که جواب بدید میتونیم بگیم که آیا میتونیم خودمون تو خونه با این حرکاتی که من قراره براتون بگم کمردردمون رو بهتر کنیم یا نه. قبل از اون یه مواقعی هست که باید سریع بریم پیش پزشکمون و احتمالاً شرایط حادتره. فیلم برداری ما رو خراب کن. برو چیزه چیه؟ دوتا میله اونجا، اونهاش اونها بغل میز لاری. من همین تمرکز منو به هم بریزه. به خدا اینو میذارم تو فیلم زیر تگش میکنم، همه کار میکنم، حرفای رکیک میزنم. خب کجا بودیم؟ یه وقتایی هست باید سری بریم پیش دکتر. اگر درد توی گروین اریای ما هست، درد، خواب رفتگی تو قسمت اینجاست، باید بریم پیش دکتره. اگر ادرارمون بی اختیاره، یعنی اینکه بی اختیاری ادرار داریم، باید بریم پیش دکترمون. اگر که اصلا نمیتونیم، پامون حس بی حسه، اصلا نمیتونیم روی پایمون بیستیم، بعد اونم پیش پزشک. آره، این شرایطی نیست که بشینیم یوتیوب نگاه کنیم و کارا در بیاریم. اگر اخیراً آسیبی دیدیم، تصادف کردیم، سقوطی کردیم و کمردرد گرفتیم، اونم پیش پزشک. اگر دیگه چی؟ اگر حالت تهوع داریم از شدت درد و شدت درد خیلی بالاست، اونم پیش پزشک. کمردرد انواع اقسام مختلف داره. خب چیزی که به نام سیاتیک یا سایاتیکا معروفه، سایاتیک ترین عصب بدنه، یه سیمتومه در واقع. چیزی که بهش میگن سایاتیک سیمتومه. بزرگترین عصب بدنه که از مهره های L4, L5, S1, S2 و S3 میاد بیرون، یه عصب تشکیل میده که میاد از زیر عضلات باسنمون، از زیر عضله پریفورمیس میاد تو پامون و تا پایین تا پنجه های پا میره، تا همه جای پا رو عصب دهی میکنه. خب
هر اتفاقی که توی مسیر برای این عصب بیفته که باعث درد بشه اونو بهش میگن سایاتیک، که معمولاً یا توی مهره ها اتفاق میفته یا توی عضله پریفورمیس که اونم بهش میگن پریفورمیس سیندروم. خب حرکات اولی که میگم مال اون قسمتیه که توی مهره ها اتفاق میفته. روش تمرینی مکنزی، تمریناتی که آقای رابین مکنزی اولین بار آورده و اونا رو انجام میدیم براش. بعد کششی‌های عضله پریفورمیس رو میدیم چجوری تقویتش کنیم و اصلا چرا عضله پریفورمیس این اتفاق براش میفته اونم میگیم خدمتتون. یه سری دیگه از دردها مربوط به دیجنریت شدن دیسکا میشه که یه فرایند کاملا نرمال تو بدن انسان. با افزایش سن ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه همه ماها تست بدیم حتی دردم نداشته باشیم و دیجنریت شده باشه یا حتی یه ذره هرنیا داشته باشیم. اینم از این. گاهی وقتا دردهای ما از فست جوینت ها هستن، یعنی این پایه ستون فقراتمون اینا به سمت عقب جایی که پایه ها هستن اونجا عصبای کوچولو هست که اونا تحریک میشه. گاهی وقتا استنوسیس هست، یعنی تنگی کانال نخاع هست که اینا درداش با هم دیگه فرق میکنه. اولین چیزی که ما میخوایم به شما تمریناتشو بدیم دردیه که وقتی که با خم شدن به جلو درد ایجاد میشه. اگر موقعی که به عقب خم میشید، یعنی به این حالت به عقب خم میشید و به چپ و به راست دردتون تشدید میشه، این تمرینات رو انجام ندید. یه سری تمرینات دیگه‌ای باید انجام بدید. پس این تمرینات که الان میخوایم براتون بگیم مال وقتیه که شما به سمت جلو خم میشین و درد میگیره. اولین حرکت به این صورت است که مریض آماده است، روی تخت خوابیده به شکم، دستا رو اینجوری میاره میذاره زیر چونش. آفرین، سرش میاره بالا، باسنش رو منقبض میکنه. من دست میزنم برادرمه ها، پس برای پشت هم حرف در نیارین و فشار میدیم به زمین. اینجا رو برادرمه، کاملا اشکال نداره. خب این باسنا رو منقبض میکنیم به هم دیگه 3 ست 20 ثانیه‌ای. اگر کمک کرد دردمون بهتر شد، دستم میاد کنار بدن. آفرین، اون دستم بیاد، فشار میدیم میره بالا، فشار بده برو بالا برو بالا برو بالا. هنوز لگن رو فشار میدیم به زمین، لگن رو همیشه فشار بدید به زمین. سر راحت، سر راحت. آفرین، تا جایی ادامه میدیم که کامل بتونیم بیایم بالا. برو. ممکنه 1 ماه 2 ماه طول بکشه تا بتونیم این کار رو بکنیم، این کار رو انجام بدیم، ولی کاملا نرماله. شروع کنید انجام بدید که به اینجا برسید. چیزی که میخوایم ببینیم که اگه درد از اینجاها شروع میشه آروم آروم بیاد به سمت بالا، یعنی سنترالایز بشه. بهش میگن سنترالایز شدن درد. این اتفاق اگه بیفته نشونه خوبی. حرکت بعدی به این صورت هست که بیمار روی تخت خوابیده، پاشو اینجوری میگیره، اون پاشم میگیره، پاها رو آروم میاره تو سینه‌اش. عالی، تا جایی که درد نگیره. اگه با این حرکت تشدید شد، برگردید به حرکت قبلی بزنید. یعنی هر کدوم از حرکاتی که باعث میشه دردتون تشدید بشه رو نزنید و حرکات دیگر رو بزنید. حرکت بعدی به این صورت است که بیمار روی یه صندلی میشینه. خب پنجه پاها رو میاره به سمت بالا، پا کشیده، خم میشه به سمت جلو. آفرین، پشت روناش احساس کشش میکنه، عضلات کمرش هم احساس کشش میکنه. اگر با این حرکت هم درد دارید، برگردید مجددا حرکات قبلی رو بزنید. ممکنه مدتی طول بکشه به اینجا برسید. 3 ست 20 الی 30 ثانیه‌ای انجامش بدید. حرکت بعدی اینه که یه چوب بردارید و بیمار رو به خاطر کارهای بعدی که در گذشته کرده مورد عنایت قرار. نه، این چوب رو برمی‌داری توی 3 نقطه: پایین کمر، وسط کمر و پشت سر. بیمار باید نگه داره، با دستت نگهش دار، پات یه ذره بازتر بذار. خب حالا سعی کن این چوب در کنار به بدن چسبیده باشه. خم شو جلو، زانوات خم کن. آفرین، برو جلو. آفرین، خم شو. خب برگ بالا.
این حرکت به خاطر این هست که یاد بگیره چجوری از لگنش استفاده کنه برای بلند کردن اجسام و کارهایی که روزمره داره انجام میده، نه از مهره‌های کمرش که باعث بیرون زدگی دیسک بشه. یه شرایط دیگه‌ای که باعث کمر درد و بیشتر پادرد در واقع میشه و درد توی باسن و پا میره، سندروم پریفورمیسه، یعنی عضله پریفورمیس که عصب سیاتیک از بینش رد میشه. این عضله تایت میشه، کوچیک میشه، به عصب سیاتیک فشار میاره. حالا ممکنه مشکل از خود این عضله نباشه، مشکل از همکارای این عضله باشه. چجوری؟ همکارای این عضله گلوتیوس میدیوس و گلوتیوس مینیموس، این دوتا و پریفورمیس با هم دیگه چرخش خارجی انجام میدن. ممکنه اون دوتا کار نکنن، این خیلی کار کنه، یه جایی عصبانی میشه دیگه، عصبانی میشه خودشو جمع میکنه. خب پس شما در حین کشش دادن عضله پریفورمیس باید اون دوتا عضله رو هم تقویت کنید. یه کشش عضله پریفورمیس براتون میگم، یکی یا دوتا، و یکی دوتا حرکت تقویتی هم برای عضلات گلوتیوس میدیوس و گلوتیوس مینیموس میدم. حرکت اول کشش عضله پریفورمیس اینه. این پا رو بلند میکنیم میذاریم روی این و خم میشیم به جلو. بهتره که این دست هم به این سمت بکشیم، دست مخالفو. کشش حس میکنی؟ ها؟ آره. خب کشش حس میکنه. خدا رو شکر عضله پریفورمیس داره که بکشه. یه ذره که بهتر شدید توی این حرکت کشش، اگه کافی نبود میتونید پیجن پوز بزنید. پیجن پوز میخوای بپری سری بالا تخت بزنی؟ سری بودو. تایممون داره میره. نه نزدیکو بیفت. برو. آها، این یه ذره تمرین بیشتری میخواد. یه مدت بیشتری باید تمرین کنید تا بتونید این حرکت رو بزنید. تقویت عضلات گلوتیوس میدیوس و گلوتیوس مینیموس به این حالت. برو بالا، رو سایدش میخوابه، میا بالا و پا رو آروم از بغل باز میکنه. اگر خیلی راحت بود براش یکی از این بندا بین دو تا پا استفاده میکنیم، یعنی میندازیم به اطراف زانوها و باهاش انجام میدیم. این هم 3 ست 20 تایی هر طرف. یه حرکت کششی دیگه برای عضله پریفورمیس اینه. پا رو بلند میکنیم، میاریم اینجا، دست میگیریم، میکشیم به اون سمت، طرف شونه اون طرف. این هم 3 ست 20 ثانیه‌ای. برای بهبود کمردردتون میتونید تمرینات پایداری ستون فقرات هم انجام بدید که کمک میکنه که عضلات مرکزی بدن شما تقویت بشه. همینطور که هستی دست راست بکش جلو، کشیده جلو. آها، پای چپ هم ببر عقب. آها، اینجا قوس زیاد نشه. سعی کنی کورتون محکم نگه دارین. احسنت. 3 ست 10 ثانیه‌ای چپ، 3 ست 10 ثانیه‌ای راست نگه دارید. برو حرکت بعدی. لگن بیار بالا از زمین. یه حرکت دیگه‌ای که میتونین انجام بدین اینه. این حرکت برای عضلات مرکزی بدنتون، تقویت عضلات کورتون. عالی. خب حرکت بعدی رو کمر بخواب. احسن. این پا رو جمع کن. بذار زمین. عالی. دست بیا، دست بذار زیر سرت. اون دست بذار. آفرین. سر بره تو. یه حرکت دیگه به این صورته که روی زمین میخوابید، یکی از پاها رو جمع میکنید، کمر رو فشار میدید به زمین. ببین این کمر رو فشار باید بده به زمین. خب سر استونه رو بیار بالا از زمین، فقط سر استونه بیا بالا تا جایی که شونه ها از زمین جدا بشه. همین کافیه. 10 ثانیه نگه دار. جوون قوی مثل بید مجنون داره میلرزه. نکنه از من ترسیدی. امیدوارم از ویدیویی که ما زحمت کشیدیم امشب تا دیر وقت، نصف شبه، براتون تهیه کردیم کمال استفاده رو بکنید، کمر درد نداشته باشید، شاداب، سرحال، سر به زیر، چی؟ سرزنده باشید. اینم ویدیو هم بفرستید برای دوستاتون که اونا هم ببینن.